به سومین ویدیو من راجع به دویدن تو این پیج. خیلی خوش اومدین، خیلی جان بده. بگم بشینم بهتر. اینجا خیلی کثیفه، خیلی کثیفه. خیلی رفتم پایین. بالاخره جامو پیدا کردم. خیلی هوا خوبه و فکر کنم ساعت 4 ظهر، 4:30 و هوا عالیه. توی این ویدیو میخوام بهتون بگم که دویدن اصلا چی لازم داره. دویدن کلا ورزش گرونی نیست. مثلا اون روز ما رفته بودیم مغازه و لوازم کوهنوردی خیلی گرون بود. ولی دویدن واقعا ورزش گرونی نیست و شما اگه یه دست لباس داشته باشید، یه دست لباس راحت داشته باشید و یه کتونی که به درد دویدن بخوره، هر کتونی محصول دویدن نیست و ممکنه که به پاتون آسیب بزنه، بخوره کافیه براتون. و همین در کل خواهش میکنم. تمام سوراخ‌ها پراش مردم میان دیت، من میان میدونم. بعد داشتم میگفتم دویدن کلن اگر شما یه کتونی داشته باشید که حالا من چند تا رو معرفی میکنم بهتون، مثل این و این یکی که به درد دویدن بخوره، چون لنجش نباید خیلی صف باشه، نبایدم خیلی نرم باشه چون به کمرتون آسیب میزنه، به زانوتون آسیب میزنه. اگر در این حد داشته باشید میتونید دویدن رو شروع کنید و دیگه فقط کافیه که یه برنامه داشته باشید. حالا یا میتونید مثل من مربی داشته باشید یا میتونید با استفاده از برنامه هایی که وجود داره برنامه بگیرید، یا هم که با چت جی پی تی مشورت کنید. چت جی پی تی برنامه خوبی میده ولی باید خیلی دقیق و واضح و صریح باهاش صحبت کنید تا بتونید که یه برنامه که مخصوص شماست رو بهتون بده. و اینکه نمیدونم، هر کسی که در این ویدیو رو میبینه جاش اینجا خیلی خالیه، خیلی هوا خوبه، خوراک عکس گرفتنه، مخصوصا که اونجا یه آفتابی هم میزنه. و همین، منم امروز 2 کیلومتر دویدم و دلم خیلی درد گرفت. تو ویدیوی بعدی میخوام راجع به مشکلاتی که موقع دویدن به سراغمون میاد صحبت کنم براتون. اگر خوشتون اومده 2 تا ویدیو قبلی منو ببینید. خیلی دوستتون دارم. لایک و ساب و اینجور چیزا یادتون نره. فعلا سری بعدی من بیام دیت. کیو بیارم؟ کسی ندارم بیارم.